خدمتتون هستیم با ارائه آخرین آمار و اطلاعات مربوط به بیماری کووید 19. 1,319,920 تست با تلاش همکاران آزمایشگاهی تاکنون انجام شده و تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2612 نفر می باشد که از این تعداد 1071 نفر در مراکز درمانی طی 24 ساعت گذشته بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه 2789 نفر هست. امروز طی 24 ساعت گذشته ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار و طلب آمرزش برای روح این عزیزان 120 نفر از هموطنان عزیز رو از دست دادیم. مجموع جانباختگان تا به امروز 9185 نفر می باشد. مجموع موارد شناسایی شده تا امروز 195,051 نفر و 154,812 نفر از هموطنانمون بهبود یافته از بیماری کووید 19 می باشند. استانهای قرمز خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، هرمزگان، کردستان و کرمانشاه می باشد.